سلام و درود خدمت همراهان عزیز. توی این بخش میخوام بپردازم به تبصره 6 از قانون بودجه 1403 بند ت. تعیین اظهارنامه برآوردی ارزش افزوده جهت سنوات 87 تا 1400. اگر خاطرتون باشه در قانون بودجه 1402 هم ما همچین بخشی رو در ارتباط با ارزش افزوده برای دوره های سنوات 87 تا 1400 داشتیم. اما فرقی که در سال 1402 و 1403 با همدیگه دارن در ارتباط با موضوعاتیه که الان بیان میکنم. در قانون بودجه 1402 ما اظهارنامه هایی که در موعد مقرر تسلیم شدند میخوایم این دوتا قانون رو با هم دیگه مقایسه کنیم که در سال 1402 قانون بودجه چه حرفایی زد و در سال 1403 قانون بودجه چه حرفایی رو داره میگه و میخواد عمل کنه. ما داریم میبینیم که در قانون بودجه 1400 گفت اونایی که تصمیم کردن و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفتن، خب تا پایان سال 1402 و یا اینکه قطعی نشدن، حالا فرقی نمیکنه یا رسیدگی شدن ولی قطعی نشده یا اصلا رسیدگی نشدن. حالا معدیان بزرگ رو استثنا کرد، یه دستورالعمل داد و اذعان کرد که با توجه به این دستورالعمل ما برگ قطعی رو صادر میکنیم. حالا اگه بر اساس این دستورالعمل قطعی نشد، سازمان امور مالیاتی میاد رسیدگی میکنه. اگر این اتفاق هم نیفتاد، دیگه اظهار خودتون قطعی میشه. اگر که شما نسبت به اون اظهارنامه‌ای که قطعی شده اعتراض داشتین، توی خود قانون نیومده بود بگه که حالا پرونده در هیئت تبصره که موضوع ماده 216 قابل طرحه، که البته در قانون 1403 گفته. ما این موضوع رو توی مقرره ها و بخشنامه های مالیاتی داشتیم. برای مثال شماره 277 بود که اذعان کرد شما اگر که اعتراض داشتین میتونین در راستای تبصره که ماده 216 اعتراضتون رو مطرح کنید و موارد دیگری که حالا شما میتونید خودتون مطالعه کنید. پس قانون بودجه 1402 پرداخت به اظهارنامه‌هایی که در موعد مقرر تصمیم شده بود. حالا در قانون 1403 بودجه 1403 میاد میپردازه به اظهارنامه‌هایی که در موعد مقرر تسلیم نشده. برای این کار چیکار میکنه؟ میگه اگر تسلیم نشده و حالا رسیدگی نشدین یا برآورد نشده براتون، از طریق حسابرسی سامانه، یعنی به صورت سیستمی، حالا بر اساس اون فعالیت هایی که داشتین، سازمان امور مالیاتی در واقع میتونه کسب کنه از نوع فعالیت های شما و سوابق مالیاتی پرونده عمل کردتون، اعتبار پذیری های خرید کالاتون و حالا مواردی که اینجا عنوان کرده، میاد و یک اظهارنامه سیستمی برآوردی برای شما تولید میکنه، البته بر اساس دستورالعملی که حالا من اعتراض دارم به این برگ قطعی که برای من صادر شده. اینجا باز تو خود قانون اومد گفتش که قابل طرح در تبصره 1 ماده 216 و موضوعی که جدیده و مطرح کرده در ارتباط با جرایم معدیانی که مجموع مالیات تعیین شدهش در اجرای همین بندی که الان با هم دیگه خوندیم بیاد و کمتر از 5 برابر سقف معافیت موضوع ماده 84 توی قانون 403 باشه. خب چند بود؟ 144 تومن بود دیگه، درسته؟ 84 5 برابر اون رو در نظر بگیرید. اگه جریمه های شما کمتر از اون باشه و بیاین پرداخت مالیات و عوارض رو ظرف مدت 1 سال حد اکثر از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی این رو پرداخت کنید، اون جرایم شما بخشوده میشه. حالا یک مبحثی رو هم جداگانه اینجا میاره، میگه حکم این بند، یعنی مواردی که الان با هم دیگه خوندیم، میگه به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوات صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی که اگه اونا تو هر پرونده هاشون هر یک از دوره های اونها قطعی نشده هم تسری پیدا میکنه. پس در مورد اشخاص حقیقی هم گفتش این موضوع رو.
خب این یک قیاسی بود در ارتباط با ارزش افزوده و بحثایی که توی اظهارنامه ارزش افزوده هست در قانون بودجه 1402 و 1403. اما آن چیزی که ما در 402 دیدیم و تا به امروز داریم آثارش رو میبینیم، یه خورده ناهماهنگی هست بین آن چیزی که مدام برای ما داره صادر میشه و ما میریم میبینیم و بعد باطل میشه دوباره از اول. یه ذره ناهماهنگی رو داریم میبینیم. اعتبارهای ما برداشته شده، پرداختی های ما برداشته شده، فروش ما دستکاری شده. بنابراین حالا چه شود که اگر شما در مهلت مقرر هم تسلیم نکنید و قرار برآورد باشه